خبر بدیم اینا خدای تعالی نصیب گردون امروز در محفل توی عروسی شاگردش همچو بلبل با موعظه‌اش هم شنیدیم. خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب بگردونه. ان شاء الله همین توی عروسی شاگرد برای استاد است که همین از فرزند برای پدر است، همون خیلی عزیز است، همون خیلی دلنشین. واقعا الحال در همین محفل ششتم خدا شاهد است و خدا قسم به همین قاری میر علی غیبته میکنه. غیبته حسد است. چرا حسد نگفتم و غیبته گفتم؟ به خاطر اینکه حسد یک معنی موجود هم داره، یک رمزی بدبینی و حسادت یک کثافتی داره. اگرچه که حسد هم دو نوع میشود. حتی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید که حضرت کلمه حسد به معنی غیبته را استفاده کرده است. لا حسد الا فی اثنتین. حسد نیست مگر در دو چیز. رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و آناء النهار. مردی که خدای تعالی برای او قرآن عطا کرده است، علم قرآن، حفظ قرآن و شب و روز قرآن تلاوت میکند و مردم دعوت قرآنی میکند. و رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء اللیل و آناء النهار. و مردی که خدای تعالی برایش مال عطا میکند و مال شب و روز در راه پروردگار صرف میکند. غیبته یعنی که بلا یزر است. اگر همین حسد از زویست بگیره، این زویست رو سیاه و سفید میشه. وقتی که میبینی که یک برادر خدا داده است، ترام حواس میخوری. خداوند مرا همین عطا فرمود. پروردگار فرزندای مرا از همین نعمت عنایت فرمود. و خدا قسم به همین قاری میر علی جان الفاظ غیبته میخورم که خدای تعالی حفظ قرآنش داده است. از این بهتر و خوبتر چی؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن می آموزد و به دیگران می آموزاند. و دیگر اینکه این قرآن بزرگترین هدیه و دستاویزی است که ما همراه خودمون با قیامت میبریم. فردا روز قیامت وقتی خدای تعالی از نعمت‌ها سوال کرد، می توانیم با سر بلند گوییم که پروردگار در عوض نعمتات من قرآن حفظ کردم، در سینم قرآنی از روشن آوردم. و همچنین پروردگار امروز بهترین متاع دنیا زن براش عنایت فرموده است. لذت دنیا زن دندان بود، بی زن دندان جهان زندان بود. الحال ایشان کاری حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که حدیث امام مسلم است. حضرت گفت دنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة. دنیا اگر متاع باشد، استفاده شونده باشد، بهترین متاع این دنیا زن صالحه است. و من با پدرش حاجی شمسورای برادرم غیبته میخوام. واقعا فرزند خوب، فرزند صالح، فرزند عالم، فرزند قاری هم آبرو و عزت پدر در دنیاست، هم شرافت سربلندیش در عالم برزخ و هم روسفیدیش فردا روز قیامت. غیبته برون میخورم که خدای تعالی نعمتش داده است و نعمت در راه خدا صرف میکنه. ببینید فرزند حافظ قرآن کرده است، امروز با سعی تلاش فرزند خاندار میکند و در محفل توی عروسی بزرگوار را باز دعوت کرده است که از خدا و پیغمبر صحبت شود تا اینکه خیر و رحمت در خاندان شما در امر جان این نوعروسا نازل گردد. پروردگار از جمیع بلا و آفات حفظ کنه و خداوند دنیا و آخرت را آبادان بگرداند. پروردگار همون نوسعات هم مثل فرزند حافظ قرآن خادم دین آمین. الحال حدیثی را از احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله این محفل سنتی است. همچی یک دستگاه تقدیم میکنم. حدیثی را که الحال ذکر شبره یک اشاره که رقیق هم اطرافش کردیم با اندک شرح و توضیح بعد انشاءالله بلندگویه که دستی عزیزان میتونم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صحابی بزرگ پیغمبر حافظ قرآن شخصی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنوز در حال حیات بودن تأکید میکرد استقرئ القرآن عن اربع. قرآن از 4 نفر بگیره و یکی از 4 نفر
حضرت عبدالله ابن مسعود. حضرت با یک افتخار میگفت که من از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم قرآن شنیدم و حفظ کردم و 70 سوره آن چنان میدانم که امروز در میان اصحاب کسی مثل من همون 70 سوره را نمیداند. سید حفاظ قرآن حضرت ابی بن کعب اصلا مدنی است. این خزرجی ها را ناموس شو کرد اومدن که حضرت عبدالله بن مسعود وایما کرده که من 70 سوره قرآن یعنی اکثر قرآن به حد میدونم که هیچ کس به پایه من در میان حفاظ قرآن نمیدونه. حضرت گفت اگر عبدالله بن مسعود گفته باشه حق میگه، جایگاه نیست. این حبر این امت است. این شخصیتی است که وقتی ابو موسی اشعری را سوال کردند حضرت پاسخ سوال گفت مفتی بود ابو موسی اشعری. گفتم یا ابو موسی عبدالله بن مسعود جواب همین سوال دیگه خیلی گفته بود. گفت لا تسألونی مادام هذا حبر فیکم، مادام این عالمی بزرگ در بین شما هست مرا سوال نکنه. زیبی پاسخ گفتن عبدالله بن مسعود دارد. این شخصیتی هست که در صحیح بخاری آمده است میگه که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم نزد نشسته بود برای گفت که اقرا علیه یا ابن مسعود قرائت کن نزدم. میگه گفتم یا رسول الله اقرا علیک و علیک انزل، اومد چه جرأت بکنم قرآن را که بر شما نازل شده است در نزد شما تلاوت کنم. حضرت گفت فإنی احب ان اسمعه من غیری، من دوست می‌دارم که قرآن را از یک کسی دیگر بشنوم، خاصتا از حضرت عبدالله بن مسعود. این بزرگمردی هست که حضرت عمر برای تعلیم مسلمانان به شهر کوفه نوبنیاد فرستادش و در یک مدت اندک شهر کوفه را بر مرکز علم و تعلیم اسلامی مبدل کرد که دیگر از اطراف و اکناف مردم برای آموزش علم به کوفه می اومدند. حضرت علی وقتی وارد کوفه شد دید 4000 عالم و متعلم در کوفه سکونت میکنند. همین قدر وقتش خوش شد گفت اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامه، شاگردان عبدالله ابن مسعود چراغان نورافشان امت اسلامی هستند. ما افتخار با او داریم که الحمدلله مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه سرچشمه از همین روایات از فتاوای عبدالله ابن مسعود میگیرد. حضرت از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت میکند که حدیث در صحیحین آمده است، در صحیح ترین کتاب‌ها بعد قرآن عظیم شرف که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود لا حسد الا فی اثنتین، و هیچ چیز غیبت نخواه، حواس هیچ چیز نخواه مگر دو چیزی را. رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و آناء النهار. اول مردی که خدای تعالی بر او قرآن هدیه کرده است. واقعا قرآن هدیه پروردگار است. حفظ کردن قرآن آسان است. یک شعر از یاد کردن نمی شود، یک آبشی تکرار از خود کردن نمی شود. اون قرآن را که سبحان الله 114 سوره 6236 آیت به قول معتبرتر و اصحتر 340,740 کلمه دارد. این حفظ کردن از حفظ در بین مردم خواندن مگر کاری آسان است؟ اذکر الله کاری هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قلاش نیست. و هر کسی خدای تعالی نصیب ببینه که قرآن حفظ بکنه و هر کس خداوند نصیب نمیگردونه اینا. پس باید وقتی حافظ قرآن را دیدیم خاصتا حافظایی را که با علمشون عمل میکنن، با تقوا هستن، پاکیزه هستن، دامان پاک دارن، باید حوض بخریم. ای کاش که خدای تعالی ما را حافظ قرآن کنه، ای کاش که فرزندان و نبیرها را حافظ قرآن کنه. واقعا چیزی هست که میسازد که حوض شد بخریم. حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب و طعمها طيب. مثل مؤمنی که تلاوت قرآن میکند مثل اتروجه را میماند. اتروجه نمی سیتروس، اپلسین، ماندارین، ببینید هم بوی خوش داره،
هم لذت خوش داره، هم میخرید لذت میبرید و هم از بوش دیگرها استفاده میبرد. انا این مؤمنه که قرآن تلاوت میکنه، مادام که مؤمن است حکم انا توجه داره. و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر طعمها حلو ولا ريح لها. مثل مؤمنه که قرآن نمیخونه مثل اینمی خرما را داره. ببینه شیرینه هزار که بو بکش بوشو نمیفهمه. اگر یکون مرچه های یکون پشه بوی ایره نفهمه ما قدرت استشمام بوی ایره نداره. پس باید که به حافظای قرآن، به خادمای شریعت، به خادمای قرآن، به بلبلکای باغ قرآن حواس بکنیم، از خداوند تقاضا کنیم، طلب کنیم، دعا کنیم که خداوند در خاندان ما را همه حافظای قرآن مقصد پیدا کنیم. الله من قرأ حرفا من القرآن کان له به حسنه، ولی ثواب میکنه. حضرت میگه هر کسی که یک حرفی را از قرآن بخونه خداوند میگه برای او امر میکنه در نامه اعمالش یک حسنه مینویسه. و الحسنه بعشر امثالها، این حسنه 10 ثواب داره. برای هر حسنه 10 ثواب است. حضرت گفت لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. من نمیگم میگه که الف لام میم که دائم بشنوه ابتدا آیه اولی چندین سوره های قرآن تشکیل میکنه یک حرف است. نه، الف یک حرف است، لام دوم حرف است، میم سوم حرف. با همین یک الف لام میم خواندن یا شنیدن صاحب 30 ثواب میشه. اگه تصور کنه که الله اکبر، شخصی که قرآن از حفظ میدونه برای آنکه او در حفظ بیسته هر روز باید تلاوت کنه. هر روز باید مشق کنی. این چقدر ثواب است. خدای تعالی خودش دانا است که مقدار او ثوابا به چند برسیده باشد. در زمان حکومت حجاج ابن یوسف ثقفی، حجاج ابن یوسف حاکم عراقین بود، والی عراقین. در زمان عبدالملک ابن مروان اموی میگه همه حجاج ابن یوسف این بدبخت ظالم است و بعضی کارهای خیر هم داشت واقعا. از جمله امر میکنند که قرآن شمارش کنند. اگر شماره آیاتش معلوم است، قرآن چند کلمه دارد، قرآن چند حرف دارد، همه را که حساب کتاب کنید. امام حمانی در تبیین القرآن آورده است، یک چند عدد آورده است، میگه همین قول اصح همی است که قرآن عبارت است 340,740 حرف دارد. 340,740 حرف. اگه این را به 10,000 بزنید 3,407,400 ثواب. اوشه بخواه بگر با یک تلاوت قرآن و با یک خواندن قرآن 3,407,400 ثواب میگیرید. خدا رحمتش کنه شیخ ابوبکر عیاش یکی از روات 14 گانه قرآن است، راوی قرآن است. حضرت میگه در حالت سکرات به دست در بیماری خواهرش بالاش گریه میکنه. یک وقت چشمش میکشه یکی خواهرش گریه کرده و میگه زن جاهل بالای کی گریه میکنی؟ بالای شخصی که 4,000 بار ختم قرآن کرده است. حتی در یک روایت دیدم میگه بالای شخصی که 18,000 بار ختم قرآن کرده است. تو گریه را بر خودت بکن و برای من فقط همین جمال پروردگار نمیرسد. فقط تماشای جمال پروردگار و صحبت علمای رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیرسد. از این دنیا دیگه من هیچی طمع ندارم. من گریه نکرد. هیچ میدونی که آیینی تو چیست؟ هر کس بخیرش آیین داره، رسم داره، رفتار داره. هیچ میدونی که آیینی تو چیست؟ زیر گردون سر تمکینی تو چیست؟ آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم. حرف او را ریب نه، تبدیل نه، آیه اش شرمنده تعویل نه. نوع انسان را پیام آخرین، حامل آن رحمت للعالمین. این قرآن بزرگ سینه بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشت. و الا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله.
این قرآن خداوند میگه بر که نازل میکردم، همون کهی که از سنگ خوره است از ترس هلاس پاره میشود. این قلب و سینه مبارک حبیب من برداشته است. صوفی پشمینه پوش حال مست، از نوا و نغمه قوال مست، از قرائت بر تو حق دارد کتاب، تو از اون چیزی که میخواهی بیا. واعظی دستانزن افسانه بند، معنی او پست حرفی او بلند، از خطیب دیلمی گفتار او، با ضعیف شاذ منکر کار او. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. و خداوند خالی میرانی ما را همین نعمتی بزرگ داده است. و رجل آتاه الله مالا فهو ینفقه آناء اللیل و آناء النهار. مردی را که خدای تعالی مال عطا میکند، مال حلال از وجه حلال، و این مردی خوب صالح همون مال در راه خدا صرفش میکند، شبانه روزی در راه خدا صرف میکند. مگر این صرف کردن مال در راه خدا نیست که فرزند برای اون که یک حافظ قرآن تربیه بیابد، میدونه که چقدر آدم‌ها خون جگر میخورند. امرها باید که تا یک کودک از فضل تب حافظ گردد نکو یا عالم در انجمن. یک امر در کار که یک کودک که قلم در دست گرفته ولی خط نوشته نمیتونه، وقتی تولد چه گپ زده نمیتونه، حافظ قرآن شود یا یک عالم زیبا شود و دیگران را نصیحت کند. یک امر مریض در کار است، خیلی خراجات در کار است، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. برای اون که فرزند حافظ قرآن شود، خدای تعالی اولا را پدر و مادر بزرگ عطا میکنه، با غیرت، با حمیت. فرزند شرین است، زنه گریه را برداره که بچه ما کجا میبری، من دیداری فرزندم سیر نشیدم، از کجا اون فرزند حافظ قرآن شود. پدر دیمش نشود که یک خلطه و دو خلطه‌وار برای طول ما را بخره، از کجا فرزند حافظ قرآن بشود. کاری هر بز نیست که من گفتم. در عهد و در زمان حیات تابعین، عصر تابعین در نظر دارد، امام اعظم ابو حنیفه را مثلا خورترای تابعین محسوب می شود. در شهر مدینه منوره در مدینه الرسول مرد میزیسته است به نام فروخ، کنیش ابو عبدالرحمن دارد. این شخص از همین نورش دانسته بشود که مردم عجم است، همین مردم سرزمین های خود.